یک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بنده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و همچنان شنوندگان گرامی که از طریق رادیو پیام اسلام صدای ما را بشنوید، خدمت یکایک شما عزیزان سلام عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه لحظه های آسمانی خدمت شما هستیم، البته بار دیگر با جناب دکتر عمرای عزیز که در ابتدا سلام های خود و شما بنده های عزیز را خدمت جناب دکتر عرض نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. خیلی خیلی ممنون استاد رحیمی بزرگوار. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و دستاندرکاران رادیو جهانی پیام اسلام و خدمت تک تک شما بینندگان و شنوندگان عزیز، به این امید که الله تعالی این طاعات و عبادات ما رو در این ماه مبارک مورد قبول رحمت خودشون قرار بدن. آمین. و ما رو از زمره مقبول شدگان درگاهش قرار بدن. در هر حال کوتاهی میکنیم، مقصر هستیم، اما دلخوشیم که پروردگاری داریم رحیم مهربان. آمین. جزاکم الله خیرا جناب دکتر. البته تا یک ساعته که با شما هستیم با این هدف آمدیم که از اینجا چیزی برداریم. موضوع ما هم البته خیلی موضوع جالب و حساس هست. موضوع ما تزکیه نفس است. بیننده های عزیز و شنوندگان گرامی، امیدوار هستم که در خلال یک ساعت که با ما هستین و ما با شما هستیم بتوانیم از محضر جناب دکتر عمرای عزیز استفاده ببریم و از آن طریق بتوانیم برای تزکیه نفس خود کاری بکنیم. جناب دکتر، چون موضوع ما تزکیه نفس هست، شاید تزکیه البته یک کلمه عربی است، برای بعضی ها آشنا باشه و برای بعضی ها شاید آشنا نباشه. میشه برای ما بگین که تزکیه یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. صلی الله علیه و سلم. رحیمی جان، وقتی ما بدونیم یه دشمن داریم و این دشمن ما چندان اسلحه و مهمات زیادی نداره، درست، یک تیر کمانی داره و چند تا تیر، بله، ما چقدر آمادگی میگیریم؟ یک آمادگی معمولی، بله، در مقابل همچین دشمنی که ضعیف هست. بالکل. اما اگر بدونیم که این دشمن ما اسلحه بسیار زیادی داره، درست، مهمات زیادی دارد، فدافندهای هوایی دارد، هواپیمای ما رو میتونه بندازن، بله، او وقت ما چقدر آمادگی میگیریم؟ ما امروز همچنین حالتی داریم که ما در مقابل یک دشمنی هستیم، دشمن شهوت، دشمن شیطانی که هست، شیاطین انس و جن. هر طرف که نگاه میکنی زرق و برق دنیاست، بله، که ما رو به طرف خودش میکشه. هر طرف که نگاه میکنی شهوت‌های مختلف دنیاست. یه وقتی بود که خب انسان اگر میخواست، چشمش میخواست که دنبال یک حرام باشن، بله، باید میرفت یک جایی دم کوچه، یک جایی پنهان میشد که دختر همسایه از دور رد میشه، این دختر رو ببینه. بله. اما امروز وقتی است که نه، هر طرف نگاه میکنی چهره های عریان زنهای فاحشه‌ای هستند یا زنهای غیر فاحشه‌ای که فرهنگ عریانی بر اونها غالب شده. درست. پس چشم چرانی، گوش چرانی، همه اعضای بدن، قلب، دل، همه در یک بحران هستند، در یک بحران دشمن ها. در اینجا مهم هست که انسان قلبش رو بسازه. ما الان در مسئله تربیتی خیلی مشکل داریم.
بچه‌مان رو بفرستیم برای ادامه تحصیل، کجا بفرستیم؟ آقا دانشگاه فلانی، کشور فلانی فساد زیاد هست. بالکل. همه یک واهمه دارند، خانواده ها واهمه دارند، دخترشون رو میفرستن مدرسه واهمه دارند، پسرشون به بازار میره واهمه و ترس دارند. بالکل. خب راه حل چی هست؟ راه حل از اینجا شروع میشه، از تزکیه نفس یا همون پاکی قلب. درست. تزکیه عبارت از چی؟ از پاکی و نمو. زکا، کلمه زکات در زبان عرب همین معنا رو داره، زیاد شدن. درست. و پاک شدن. و تزکیه همین معنا رو داره که ما پاک کنیم و بالا ببریم، یا به اعتبار به تعبیر متصوفه یا اهل عرفان میگن که تخلیه کنیم. بله. تمیز کنیم. بله. پاک کنیم، بعد از اون تحلیه کنیم، بازسازی کنیم، نمو بدیم و رشد بدیم. آخه من انسان کی هستم؟ من انسان عبارتم از چی؟ از یک جسم خاکی و یک روح الهی که خداوند در من دمیده است. این جسم خاکی چه هست؟ اگر ما خودمون رو قیمت بندی کنیم، بالکل. قیمت یک انسان چه است؟ حساب کنیم در یک انسان چه است؟ در انسان یه مقداری چربی هست که کل این چربی رو جمع کنی به اندازه 3 4 5 تا صابون بیشتر نیست. درست. چند مقداری آهن هست، این کل این آهن رو حساب کنی به اندازه یه میخ بیشتر آهن در جسم ما نیست. درست. یه مقداری فسفر هست، یک مقداری گوگرد هست، یک مقداری همین مکونات خاکی. همه اینا رو جمع کنیم $2 ارزش ما نمیشه. این ارزش جسم انسان هست. و این ارزش از کجا پس ارزش من اومد؟ از روح الهی. من با این روح انسانم، نه با این جسم. درست. همین روح، همین که از جسم من برآمد، الان شما مرا به عنوان عمرا صدا کردید. چرا؟ چون که این روح هست که منو ارزش داده. همین روح که از من جدا شد، شما الان میگید آقای کارگردان بیا این جسد رو از اینجا ببر. دوستان بیایید این میت رو بشوریم، بیایید این میت رو در قبر بذاریم. دیگه من شدم جسد، شدم میت، نه عمرایی، نه اسمی، نه رسمی، نه هیچی نموند براش. به خاطر چی؟ روح رفت. پس اینجاست که من باید این روح رو غذاش رو بدم. جسم رو بهش میرسم، درسته؟ عقل رو بهش میرسم، عقل به غذاش علم هست. این علم به تنهایی فایده نداره. اگر این علم من رو برای ساختن روح و صیقل دادن قلب آماده کرد، این علم مفیدی هست. و الا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دعا می‌کردند که اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. من بار اله از علمی که برای من هیچ ارزشی نداره به تو پناه میبرم. همینه که بعضیا که دچار یک نوع شکست روحی هستن، شکست هویتی هستن، میگن آقا شما مسلمان‌ها چیکار کردین؟ غرب داره در آسمون ها راه میره، رو ماه دارن راه میرن. بله، رو ماه تونستن راه برن، اما هنوز یاد نگرفتن که رو زمین راه برن. هنوز یاد نگرفتن که انسانیت چیست. هنوز یاد نگرفتن که انسان رو نباید کشت، نباید ظلم کرد، نباید ستم کرد، نباید ویرانی به بار آورد، نباید این جنگ‌های خانمانسوزی که الان در کل جهان اینو غرب رهبریت میکنه، نباید اینها باشه. اینه که مشکل چی است؟ مشکل همین است که این قلب رو ما نتونستیم بسازیم. تزکیه چی است؟ همون چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مشهور جبریل بیان میکنن به تعبیر سنت، اسم تزکیه است احسان. احسان که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. عبادت خداوند متعال به گونه‌ای که انگار ما خدا رو شاهد هستیم، میبینیم جلوی روی ماست. در مقابل خداوند با اون عظمت ما داریم یک کارهایی رو میکنیم و اگر این مرحله از عروج و تعالی رو ما بهش نمیرسیم، حداقلش این مرحله رو باشیم که احساس کنیم که خداوند ما رو میبیند. این کمترین مرحله است. این مرحله احسان یا همون مرحله تزکیه است. خلاصه کلام
تزکیه یعنی اینی که من قلبم رو کعبه کنم. در کعبه هیچ عکسی، هیچ به اصطلاح تصویر رو نمیذارن، تصویر پادشاه فلان یا نمیدونم فلان شخصیت قوی یا فلان ثروتمند یا فلان قلدر، هیچ کسی رو تصویرش نیست. پاک است، خانه خداست. من قلبم هم رو از وجود غیر خدا، از هر تصور غیر خدایی پاک کنم و بکنم کعبه یا بیت الله. اون از تزکیه. جزاکم الله خیرا. جناب دکتر، با آنکه خداوند متعال قرآن را نازل کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را فرستاد تا ما را به صراط مستقیم راهنمایی بکند. حالا یک انسان مسلمان هست، نماز میخواند، روزه میگیرد، در این ماه رمضان شبها هم قیام میکند، مصروف طاعات و عبادات خداوند هست. آیا باز هم نیازمند این است که در مورد تزکیه برش گفته شود یا او بر تزکیه آماده شود، یا نه تزکیه شده و نیازی به تزکیه نیست؟ یا با مفهوم دیگر اصلا چرا ما باید بر تزکیه اینقدر اهمیت بدیم که یک چیزی قسمی که شما گفتین مخصوص قلب هست؟ اگر جوارح ما درست است، ما کار زشت انجام نمیتیم، کار خلاف انجام نمیتیم، کارهای نیک انجام میتیم، چه نیازی به بحث تزکیه داریم؟ ببینید، تزکیه اساس و سرمایه دعوت توحید هست. شکلیات دعوت، نماز خواندن، زکات دادن، جهاد رفتن، حج رفتن، اینها همه یک فرایضی هست، عبادت هایی هست که اینها به عنوان یک نوع ادواتی خداوند متعال اینها رو قرار داده، یک نوع راهکارهایی است برای رسیدن به تزکیه. و آیا اینها به تزکیه میرسانند؟ بله. ممکن است نرسانند؟ بله. ممکن است که ما بهترین نماز رو بخوانیم، بهترین زکات رو بدیم، بهترین روزه رو بگیریم و قلبمون سیاه سیاه باشه. چطور ممکن است؟ بهترین نماز رو طرف میخوانند اما این نماز برای خدا نیست. ماشاءالله حافظ قرآن، تراویح میخواند، هر شبی سه جزء، و صدای بلندگو رو هم زیاد کردن که همه محله خبر بشن که آقای فلانی دارد میخواند، چه صدای بلبل و شیوایی دارد. مردم خواهند گفت بله فلانی ماشاءالله حفظش بسیار متقن است، صدای بسیار زیبایی دارد، آدم بسیار متقی هست، اما پیش خداوند یک ریاکار مشرک بیش نیست، برای خدا انجام نداد. فلانی در راه خدا صدقه و خیرات و همه میدهد، در ظاهر در راه خداست. ما همه میگیم آدم سخی و سخاوتمند و خدا دوستی هست، دنیا در دلش جا ندارند، اما هدف خدا نیست، هدف شهرت است، هدف این است که همه بگویند جواد و کریم است و گفتن و همچنین عبادت های دیگه. پس این شکلیات هیچ نتونست به این فرد کمک کنه. درست. از افرادی که در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک روایتی میفرمایند از افرادی که هیزم‌های اصلی جهنم هستند، کسایی که جهنم، آتش جهنم با هیزم آنها برافروخته میشه. درست. کی هستن؟ یکی قارئ قرآن هست، یکی مجاهد در راه خدا هست، یکی کسی هست که در راه خدا انفاق میکند، مردم میگن متصدق از جواد است، در ظاهر در راه خداست اما همه اینها به خاطر غیر خدا بود، به خاطر ریا بود، به خاطر خودنمایی بود. اینجاست که ما باید بفهمیم که اهمیت تزکیه چقدر است. خلاصه دعوت پیامبران و هدفی که پیامبران برایش آمده بودن، مهمترین نقطهش تزکیه است. خداوند متعال در سوره بقره آیه 151 میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ما پیامبرانی از جانب خودمون برای شما فرستادیم، یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. ما برای شما پیامبرانی فرستادیم که این پیامبران یتلو علیکم آیاتنا،
آیات قرآن رو برای شما میارند تا شما را تزکیه کنند، پاک کنند، بسازند و در عین حال قرآن و حدیث و سنت و علم و این رو به شما بیاموزند. علم در جای خودش، علم وسیله است برای رسیدن به تزکیه و میتونه وسیله‌ای باشه برای از بین بردن تزکیه. وقتی که این علم، این دانش، این حکمت هدفش رسیدن به خداوند متعال بود، قلب پاک میشه، قلب رشد میکنه، روح انسان سرشار از ایمان میشه. وقتی همین علم باعث خودنمایی شد، باعث این بود که میبینیم ما فلان کس رو صدا میزنی آقای فلانی، میگه فلانی زهر مار، من رفتم این همه درس خوندم تا دکترا گرفتم که اسم من رو همینطوری صدا بزنی، نگی دکتر فلانی، نگی شیخ فلانی، نگی نمیدونم استاد فلانی. این پس این همه زحمتش به خاطر خودش نبود، به خاطر انسان شدن نبود، به خاطر دکتر شدن بود. خود دکتر شد، انسان نشد. به خاطر استاد و شیخ شدن بود. خب استاد و شیخ شد اما به سر کرد، اما انسان نشد. همون قصه زیبایی که پدری از پسر به اصطلاح لاابالیگرش عصبانی شد و گفت که پسرم تو آدم بشو نیستی. بچه هم عصبانی شد و از خانه رفت بیرون و رفت دنبال زندگی و کار و این بر اون بر، آخرش شد پادشاه. شد پادشاه، آمد در همون شهر خودش، پدرش رو صدا زد، گفت حالا چی میگی، من آدم میشم یا نه؟ حالا که پادشاه شدم. گفت پسرم من نگفتم که تو پادشاه نمیتونی بشی، من گفتم تو نمیتونی انسان بشی. ما خیلی وقتا دکتر میشیم، استاد میشیم، شیخ میشیم، قطب میشیم، آیت الله و حجت الاسلام و القاب اینطوری اونطوری جلوی خود اسم خودمون 100 تا پسوند و پیشوند میذاریم. ارزش ما از یک اجلکم الله سگ هم کمتر میشه. خداوند متعال میفرماید اولئک کالانعام بل هم اضل. این افرادی که از خدا بدورن، اینها مثل حیوانات هستند، از حیوانات هم بدتر، پستر و بدتر. خداوند متعال در آیه دیگه هم میفرمایند ربنا، این حضرت ابراهیم هست. حضرت ابراهیم تمنا داره که ما انسانها، ما مؤمنان ساخته بشیم. میفرماید ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. خدا دعا میکنه که بار الها برای این امت من، یعنی برای ما، پیامبری رو بفرستا که این پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بیاد آیات الهی رو، قرآن کون و مکان رو، قرآن مطلوع کتاب الله عز و جل رو بر ما بخواند، خودش قرآنی بشود، در بین ما راه برود. این مقدمه و ما رو با این مقدمه و با این اسباب صیقل بده و ما رو بسازه و تزکیه بکنه، قلب ما رو، روح ما رو تزکیه بکنه. پس تزکیه خیلی مهم است که خلاصه دعوت توحیدی، خلاصه دعوت پیامبران تزکیه است. بالکل. راه سعادت و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت تزکیه هست. مگر این نیست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که در جسم انسان یه تکه گوشت هست که همون قلب باشه. اذا صلحت صلح الجسد كله. اگر این قلب رو شما ساختید، این قلب رو پاک کردید، کل جسد پاک میشه و ساخته میشه. اگر این قلب ناپاک شد، این قلب بر اثر گناهان، هر گناهی یک نقطه سیاهی است بر این قلب، هر اشک توبه ای یک سنباده پاکسازی است. اگر اشک توبه خشک شد و گناهان بیشتر و بیشتر شدن، این قلب سیاه میشه. قلب که سیاه شد سنگ میشه. سنگ که شد، این انسان دیگه از انسانیت بیرون میره، دیگه فایده ای نداره، سعادت دنیا و آخرت رو نخواهد چشید. اما نه، اگر این قلب رو ساخت، خداوند متعال میفرماید وقد افلح من تزکا.
و قد افلح من تزکا و افلح من زکاها و خواب من دساها. رستگار میشه، سعادت دنیا و آخرت نصیبش میشه کسی که این قلب رو تزکیه کرد، پاکسازیش کرد و این قلب رو یک قلبی کرد که به اصطلاح بتواند این جسم را مدیریت بکنه، مدیریت بر پاکی، مدیریت بر عبادت خداوند متعال، مدیریت بر تنها و تنها رابطه برقرار کردن با خداوند و از غیر خدا دور بودن. و کل عبادت هایی که ما انجام میدیم، نمازی که میخوانیم، روزه‌ای که میگیریم، مثلا انفاقی که در راه خدا میکنیم، هدف چی هست؟ هدف این عبادت ها، هدف عمده این عبادت ها ساختن همین قلب هست. درست. خداوند متعال زکات رو گذاشته است. پیامبر فرمودند که زکات از ملت بگیر. بالکل. زکات رو برای چی میگیریم؟ آیا زکات بگیر تا مالشان کم شوند؟ آیا زکات بگیر تا فقیری در جامعه نماند؟ نه. زکات چی است؟ خذ من اموالهم صدقه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. از اینها صدقه که میگیری، زکات رو که از مال میگیری، نه به خاطر کم کردن مال هست، بلکه به خاطر تزکیه نفس هست. صدقه انسان رو پاک میکنه. درست. صدقه یعنی چی؟ صدقه یعنی اینی که من بنده به آن درجه از رشد و آگاهی و تعالی رسیدم که درک میکنم که اگر از مالم دادم، مالم کم نمی شود، مالم بیشتر می شود. و به آن درجه از رشد و تعالی رسیدم که شناخت دارم که اگر در راه خدا دادم، خداوند به من میدهد، در زندگی من برکت میدهد. این باعث پاک شدن قلب میشه. روزه‌ای که ما میگیریم، این روزه تنها برای ما نیست، برای همه بشریت روزه بوده است. بالکل. به خاطر چی؟ چون که نیاز بشریت هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بر شما روزه واجب شد همونطوری که بر پیشینیان بود، لعلکم تتقون، تا اینی که شما متقی و پرهیزکار بشید. پس روزه برای این نیست که من گرسنه بشم، روزه برای این نیست که من تشنگی بکشم، روزه برای این نیست که من ضعیف بشم، روزه برای این است که من متقی و پرهیزکار بشم. نماز میخوانیم، ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز فقط یک نوع ایستادن و بلند شدن نیست. برای همین خداوند متعال نفرمودن، در این جای قرآن نیست که وصلوا، نماز بخونید. در قرآن است اقیموا الصلاة، نماز را بر پای بدارید. نماز یک اتیکت خاص خودش رو دارن، یک آمادگی پیشین میخواد، وضو گرفتن و طهارت و لباس زیبا پوشیدن، حتی هر طوری هم نه. خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینتت رو بگیر. نماز کجا بخوانم؟ مسجد بخوان. ورکعوا مع الراکعین. یک سیستم است، یک برنامه است. بالکل. این برنامه رو بر پا بدار. این برنامه رو که بر پا داشتی، ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، این تو رو اینقدر میسازد که یک سد بلایی است، یک مانعی است که تو رو از فحشا و منکر دور میکند. یعنی وقتی که ما نماز رو در واقع اقیم الصلاة بکنیم، یعنی نماز رو برپا بداریم، وقتی نماز رو برپا داشتیم یک شخصیت معنوی درست میشود که اسمش هست نماز. من میخواهم به سوی گناه برم، به سوی منکرات میرم، این شخصیت معنوی میاد جلوی من میگه نه، تو از یاران من هستی، تو از مسلین هستی، تو که الان از مسلین هستی اجازه نداری این کار رو بکنی، من نماز اجازه نمیدهم. و به این صورت این اقیم الصلاة، نمازی که ما برپا داشتیم، جلوی منکرات و اینا رو میگیره. پس همه این عبادت های ما به خاطر تزکیه است. درست. اگر ما به تزکیه نرسیدیم از راه عبادت ها، معناش این است که این عبادت نیست، طاعت هست. فرق از بین عبادت و طاعت.
اطاعت من از هر کسی ممکن است اطاعت بکنم. بله. کسی دستور میدهد، بالا سر است، قدرت دارد، من بنده اطاعتش میکنم. اما خداوند از ما اطاعت نمیخواد، از ما عبادت میخواد. عبادت چه است؟ عبادت اطاعت است همراه با محبت. اطاعت وقتی که با محبت و عشق همراه شد، اون وقت میشود عبادت. این است که به اصطلاح اگر ما میخوایم نماز بخوانیم به کسل بلند میشیم، با خستگی و کوفتگی به زور، این دی صفت منافقانه است. پس اینجا عبادت نیست، اینجا یک طاعت است. زورکی نمازی بخوانیم حالا دیگه مجبور هستیم چیکار کنیم، مسلمان هستیم باید نماز بخونیم. نه، ارحنا بها یا بلال، اذا حزبه امر، اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و مشکلی براش پیش می اومد فرار میکرد به سوی نماز. تصور کنید ما یه مشکلی برای ما پیش بیاد، در بیرون هستیم، باران سختی آمد، چیکار میکنیم؟ فرار میکنیم به سوی اون کلبه امنی که داریم. بالکل. مشکلی پیش آمد فرار میکنیم به جای امنیت، به جایی که در اون محبت هست. بچه فرار میکنه میره به آغوش مادر، این جایی که محبت هست، راحتی هست، آرامش هست. ما خسته ایم، ارحنا بها یا بلال، بلال با نماز بخوری یکم استراحت بکن. در نماز استراحت هست، در نماز عشق است، در نماز محبت است. این است عبادت. این نتیجه چه است؟ نتیجه همون تزکیه هست و تزکیه راه رسیدن به بهشت است. ما میخوایم اگر بهشت برسیم، تزکیه. میخوایم از جهنم فرار کنیم، تزکیه. از جهنم فرار میکنیم، سیجنبها الاتقا، از جهنم دور میشه کی؟ متقیان. الذی یؤتی ماله یتزکا، کسی که در راه خدا مالش رو میدهد تا تزکیه حاصل کنه. تزکیه حاصل کنن. میخوایم بریم بهشت، و من یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی، کسایی که مؤمن هستند، کارهای نیک و صالح کردن، اینها درجه هایشان در بهشت بسیار بالاست. چه از درجه هاشان؟ جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، بهشت هایی که در زیرشان درخت آب هست و اینا در همه. چرا؟ و ذلک جزاء من تزکا، این جزا و پاداش کسی هست که تزکیه رو به دست آورده و خودش رو ساخت. تشکر. سلامت باشه جناب دکتر. امیدوار هستیم که از این تزکیه الهی محروم نشویم. شما اشاره کردین که این عبادت هایی که خداوند فرض گردانیده، اینها باعث می شود که تزکیه نفس یا همان پاکی قلب حاصل شود. حالا سوال اینجاست که علاوه از این عبادت های ظاهری که باعث تزکیه قلب می شود، آیا خود قلب هم هیچ عبادت مخصوصی دارد تا بتوانیم از اون طریق قلب را صفایی بکنیم و تزکیه حاصل بکنیم یا خیر؟ قلب مصدر محبت است. بله. خانه محبت قلب است. در قرآن کریم شاید حدود بیش از 100 تا آیه از قرآن کریم در مورد محبت حرف میزنه. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بله. خداوند بندهش رو دوست دارد، بنده خداش رو دوست دارد. مؤمنان اشد حبا لله، خدا رو خیلی خیلی دوست دارن. این محبت، والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن بیشترین محبت رو به خداوند متعال دارن. بالکل. محبت مهمترین عبادتی هست که قلب انجام میده. از عبادت های قلب هم هست تعظیم و شناخت عظمت خداوند متعال. اینی که خدای رحمان رحیم قاهر مطلق، این خدایی که به اصطلاح در همه صفات، در اون اسماء الله الحسنایی که خداوند خودش ذکر کرده و پیامبرش ذکر کردن، این خدا رو وقتی ما شناختیم، عظمت خداوند در دل ما تجلی میکنه. اینجاست که در مقابل خدا خاشع و ذلیل میشیم و این صفتی که هست علما. انما یخشى الله من عباده العلماء. عظمت و تعظیم خدا رو به جا میاره کی؟ عالمان.
اگر کسی رو دیدی که علم داشت در ظاهر خشیت الهی نداشت، این عالم نیست. این توتیوار است، یه چیزی حفظ کرده است. بالکل. که کامپیوتر 10 برابر اون حفظ میکنه. انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم خشیت الهی باید درش باشه. این عبادت قلب عالم خشیت الهی است. عبادت قلب من مؤمن تقوای الهی است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوا هم مصدرش اینجاست. تقوا در اون چیزی نیست که طرف در نماز ایستاده است، کمرش رو خم کرده است، همچنین ایستاده است که انگار که بیماری سل دارد یا بیماری سرطان. خشوع و خضوع اسم بیماری نیست که ما اون رو در شکلمون بیاریم. التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. جای تقوا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجاست. جای تقوا اینجاست، در شکل و شمایل نیست. درست. و کسی که هم خداوند شکل و شمایل داد، معنی نیست که خداوند دوستش دارن. کسی که خداوند بی‌نهایت پول بهش داد، ثروت داد، معنی نیست که خداوند دوستش دارد. قارون رو خداوند ثروت داد. کسی که خداوند بهش قدرت بدنی خارق العاده داد، کسی که خداوند بهش قدرت نیرو داد، معنیش نیست که خداوند دوستش دارد. فرعون رو خداوند نیرو و قدرت دادی بود. بالکل. اما کی را دوست دارد؟ اونی که خداوند بهش تزکیه داد، بهش تقوا داد، بهش حکمت داد، بهش محبت داد. وقتی که حب الهی از همه چیز در پیش من مؤمن بیشتر میشه. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا. اگر مالتون، زندگیتون، ثروتتون، بچه‌هاتون، خانوادهتون، اموال و ثروتی که به دست آوردید یا خانه ها و قصرهایی که برای خودتون بنا کردین، اینها پیش شما عزیزتر بودند از خداوند، از محبت خداوند و محبت رسولش و جهاد فی سبیلی و محبت جهاد در راه خداوند متعال، فتربصوا حتی یأتی الله بامره. منتظر باشید که عذاب الهی، عقاب الهی بر شما نازل بشه و شما از جمله فاسقان هستید، چرا که خداوند متعال می‌فرماید والله لا یهدی القوم الفاسقین. پس محبت وقتی نشد، محبت وقتی فقدان محبت در قلب شد، رابطه بنده با خداش گسیخته میشه. خدا خداست و بنده بنده. در بزرگی و در مقابل بزرگی و عظمت خداوند بنده اصلا وجود نداره. چه هست بنده؟ ناچیزترین ناچیزان. خب بین این بنده ناچیز و آن خدای اکبر چه میتواند رابطه برقرار کنند؟ محبت. این محبت است که خیر دنیا و آخرت در همین است. خیر دنیا، اگر ما میخوایم در دنیا و آخرت خیر ببینیم، راهش تنها محبت است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که انک مع من احببت. توی مؤمن در آخرت با کی هستی؟ با کسی که دوستش داری. اگر من خدا را دوست داشتم، اگر من رسول الله صلی الله علیه و سلم. صحابی میفرمایند، انس بن مالک میفرمایند، هیچ حدیثی، هیچ گفتاری از رسول خدا صلی الله علیه و سلم منو اینقدر خوشحال نکرد که این کلمه گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم، انک مع من احببت. یا خدا ما تو را شاهد و گواه میگیریم که ما تو را و رسولت را دوست داریم و میخواهیم که در روز قیامت در کنار پیامبران و رسولان محشور باشیم. آمین آمین یا رب العالمین. تشکر جناب دکتر. اجازه بدین یک میان برنامه کوتاه را ببینیم. بیننده های عزیز و شنوندگان گرامی، یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. با اون باشید.
با سلام دوباره خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی، با موضوع تزکیه نفس خدمت شما هستیم. البته قبل از اینکه به میان برنامه برویم، جناب دکتر عمرای عزیز در مورد تعریف و شناخت تزکیه صحبت داشتن و همچنین چرا ما باید تزکیه را حاصل بکنیم، اهمیت حاصل کردن تزکیه چی هست، صحبت‌های تفصیلی در این مورد داشتن. جناب دکتر، شما در آخر صحبت‌هایتان گفتن که از عبادت‌های قلب محبت الهی است، خشیت الهی است و غیره. این عبادات قلب است. حالا اگر یک قلبی از این عبادت‌ها محروم شده به یک نوعی از انواع یا به یک شکلی از اشکال، قبلا هم اشاره کردین که وقتی که از تزکیه قلب محروم میشه سنگ میگرده و باز صاحبش اولای که کل انعامی بل هم اضل میشه برای ما بیماری های قلب یا همین مضغه‌ای که در جسد ما هست معرفی بکنیم که تا از او خود را علاج بکنیم. قلب وقتی که از محبت خداوند فارغ شد، درست، اصل ایمان محبت است. اصل ایمان بله محبت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. هیچ کسی مؤمن نمیشه تا وقتی که محبتش، عشقش، شوقش، خواستش مطابق آن چیزی باشه که من آوردم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. بله. هیچ مؤمن و مؤمنه، چه زن چه مرد، وقتی که یک چیزی رو پیام خدا و رسولش مشخص کردن حق نداره که در اون هیچ تصرفی کنه. آمنا و سلمنا، باید اون رو بپذیره. درست. هیچ اختیار دیگه ای نداره. چرا یعنی اختیار نداره؟ ما که اصلا اساسمون بر اختیار هست. اساس من مؤمن بله بر اختیار است. حتی دین میخوام قبول کنم نمیخوام نکنم، لا اکراه فی الدین. بله. اما نه، محبت چه کار میکند؟ محبت من رو یک کاملا آپدیت میکند. من یک موجودی میشم که محبت من رو با خداوند وصل کرده. خواست من چه است؟ آنچه خدا بخواهد. اختیار من چه است؟ آنچه خدا بخواهد. اختیار من خود به خود همان چیزی می شود که خداوند متعال خواست. خب اگر الان من آمدم فساد علم داشتم یا فساد نیت، درست، دو مورد هست. یا از نظر علم و دانش محرومم، نمیدانم، یک چیزی غلط به من آموختن، همون را دین میدانم. درست. اون بدبخت و بیچاره‌ای که میرود پیش قبری و عبادت قبر میکند و نمیدونم حاجتش رو از قبر میخواهد و فلان، این بیچاره چه مشکل دارن؟ فساد علم. بالکل. کسی آمده است به این بنده جاهل یک علم منفی اشتباهی رو تلقین کرده است، این بیچاره هم در پی به شرک و کفر میرسد. فساد علم انسان رو به شرک و کفر و نفاق میبرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه میفرماید اللهم انی اعوذ بک من الشک و الشرک و الریا و النفاق و الکفر و الفقر. اینو همش از چی آمد؟ از فساد علم. یا فساد نیت هست. نیتش مشکل دارد، رابطش، چون که در کعبه دلش غیر خدا را آویزان کرده است. اینجا خیلی چیزها میاد، فسادهای دیگر میاد، غرور میآید، من و ریا میآید، دیگران رو مورد توجه قرار دادن. این کار رو نمی کنم تا دیگران به من نگویند ریاکار، این خودش ریا هست. بله. این کار رو می کنم تا دیگران ببینن، این خودش ریا هست. چون که غیر خدا آمد ارزش رفت. یا خوشحال می شود که فلان بنده براش مشکلی به وجود آمده است، مؤمنی براش مشکلی می وجود تصادف کرد، ای خوب شد، چند بار بهش گفتم حرف من رو نمیگیرد، چی ماشین به این قران قیمتی گرفته بود پوز میداد، خوب شد تصادف کرد، پاش کمرش هم میشکست. این مشکل کجاست؟ قلب. این قلب فاسد شد،
جای ریا شد، جای حسد شد، جای کینه شد، جای بغض شد، جای خشم و عصبانیت شد، جای منیت و خودخواهی شد، جای عجب و غرور شد، یا جای شرک و کفر و ریا و نفاق شد. در هر حالت یا انسان را به شرک و کفر میکشانند یا به گناهان کبیره. فساد قلب همانطور که صلاح قلب باعث رسیدن به بهشت است، فساد قلب باعث حتما رسیدن به جهنم است. حالا چه جهنم خالدن فیها باشد بر اساس کفر و شرکش، یا چه بر اساس گناهان کبیره باشد بر اساس خودنمایی. اما اگر اینها رو دور کرد، همین قلب میتواند مهار این شخص را بگیرد و به بهشت برساند. مگر ندیدیم بنده خدایی می آمد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشاره کردند که اگر خواستید فردی از بهشتیان را ببینید به این طرف نگاه کنید. یکی از انصاریان رد شد، 3 روز متکرر این سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و همین شخص عبدالله ابن عمرو گفت که من ببینم این شخص چه کار میکنه. رفت 3 روز 3 شب مهمانش شد تا ببیند این چه کار میکنه. دید که عبادتهایش مثل عبادتهای من و اون و اینها، همه چیزش، یعنی نه هیچ عبادتی بیشتر از چیزی که دیگران میکنن نمیکند، هیچ نمازی، هیچ زکاتی، هیچ صدقه‌ای، مثل دیگران هیچ چیز خاصی ندید. شب هم بلند میشد ذکر خدا میکرد. چه ویژگی که در این هست که این رو بهشتی کرده است. وقتی ازش پرسید و بهش گفت که من واقعا دنبال همین سر هستم، گفتم والا من هیچ کار خاصی نمی کنم مگر اینی که وقتی که میخوابم در قلبم هیچ حسادتی، هیچ حقد و کینه‌ای برای هیچ مسلمانی نیست. قلبم پاک است. چون که قلب تزکیه شده است، پس راه رسیدن به بهشت هم هموار شد، آسان است. جناب دکتر، این امروزی که شما ذکر کردین که از کفر و شرک و نفاق گرفته تا بغض و حسد و کینه و غرور، اگر بالفرض کسی از ما دچار این امراض شده است، حالا برابر از ریا هست یا غرور هست یا تکبر هست یا حقد و کینه است یا حسد هست، هر چه که هست، حالا میخواهد از این مرض خود نجات بده، چی باید بکنه؟ چطور ما خود از این امراض مهلک قلبی نجات بده؟ ببین خداوند متعال ما رو امر کرده که ما یک وسایلی رو بگیریم، یک راهکارها و وسایل رو بگیریم که این وسایل ما رو به خدا برسانند و از این بیماری ها و این غل و غشی که در قلب انسان به وجود میاد ما نجات پیدا کنیم. فرمودند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تقوای الهی پیشه کنید و ابتغوا الیه الوسیله، و یک وسیله بگیرید بله شما رو به خدا برسانند. حالا این وسیله به خدا رسیدن چه هست؟ بعضی از ما چون که حکمت و درایت رو گم کردیم، درست، چون که قلب اون عبادت محبت رو گم کرده است با خداوند متعال، فکر میکنیم که وسیله گرفتن یعنی اینی که ما بریم پیش یک پیری و فقیری و نمیدونم قبری و پیغمبری و امامزادهی و نمیدونم از این چیزها. این از کجا آمد؟ فساد علم، فساد علم و فساد نیت و فقدان قلب از محبت. وقتی که تو محبت خدا رو داری، وقتی که خدایی رو داری که صدایت میزند، وقتی که خدایی داری که میگوید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، خدا ما را صدا میزند که به طرف من بیایید، من به شما نزدیکم، اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما خداوند نزدیکتر است. خب چه کار کنیم؟ اولین کاری که میکنیم قرآن، وسیله اول. قرآن رو بخوانیم، کلام الله هست، درست، خداوند با ما حرف میزند، بالکل. این با در کلام خدا غور و فکر کنیم. این پیامی هست از جانب حق ذوالجلال برای من بنده، چطور باید این رو بخونم؟
یعنی خواندن سرسری نباشه دیگه، خواندن یک عاشق ولهان، یک محبوب. وقتی که شما تصور کنید کسی رو یک پیامکی از نامزدش براش میاد، 100 بار همین رو چپ و راست میکند، میخواند که چه لذتی میبرد از خواندن این کلام یک انسانی هست که شاید میخواد ما رو گول بزند، یک مثل ماست فوقش. الان کلام رب العالمین هست و خطاب به من بنده. الان این رو باید چجور بخوانم؟ با چه دقتی، با چه عشقی، با چه محبتی، مثل انسانی که دیگه خودش رو گم کرده است در قرآن سیر کنم. وقتی که با قرآن چون این انس پیدا کردم خیلی از مسائل دیگه حل میشن. این قرآن اولش چه هست؟ شفاء لما فی الصدور هست. اول این که چیزی که من دنبالش هستم بهش میرسم. امراض قلب من، بیماری های قلب من، قرآن آمد شفاء فی الصدور شد، همه اینها رو زد انداخت بیرون. این قرآن چه هست؟ ذکر خداست. خداوند متعال وقتی که به ما میگه که ذکر کنید، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای بندگان من ذکر و یاد من رو بسیار بکنید. در قرآن کریم ما نداریم که خداوند متعال به ما بفرماید که نماز بسیار بخوانید، صلوا کثیرا یا صوموا کثیرا، اما ذکر خدا رو بسیار کنید. این ذکر خدا، اذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم، شما منو یاد کنید من در یاد شما میشم. وقتی که من بنده در یاد خدا بودم و خداوند در یاد من شد، ولذکر الله اکبر، یاد خداوند بسیار بسیار بزرگتر، مهمتر از این است که یاد من باشد. من چه کار کردم؟ من در یک مجلسی اگر یاد خدا کردم، خداوند در مجلسی بهتر از این مجلس یاد من. بدون شک وقتی که من چنین شدم، پس قلبم خود به خود از همه بیماری ها پاک می شود. قلبی که در آن یاد خدا باشد، در آن دیگه حسد نخواهد بود، ریا نخواهد بود، شرک نخواهد بود، کفر نخواهد بود. بدون شک وقتی که یاد خدا از قلب رفت، تاریکی آمد. یاد خدا ایمان هست، ایمان نور هست. یخرجهم من الظلمات الی النور، الی النور. وقتی که نور آمد، خود به خود تاریکی از بین میره. کسانی که مشکل در قلب دارند، همیشه مشکلات و گناهان و بیماری ها و اینا رنج میبرند و مینالند، تاریکی آمده است در قلبشان. تاریکی یعنی چی؟ یعنی فقدان نور. بله. تاریکی یه چیز خاصی نیست. وقتی که نور نباشد اونجا تاریک است. ما الان بیاییم این قلب رو پر از نورش کنیم. نور قرآن، نور ذکر الله، نور عبادت های خداوند متعال. یک عبادتی هست که اون فرائض هست. فرائض و واجبات و اینها دیگه در اینا نباید هیچ کوتاهی کرد. برای محکم شدن فرائض، که این فرائض گفتیم قبل از این که همش باعث تزکیه نفس میشه. بله. هم زکاتش، هم روزش، هم دیگه. خب این فرائض، برای محکم کردن این فرائض نیاز هست به نوافل. ما باید این فرائض رو با نوافل محکم کاری کنیم. و یعنی برخلاف نیاز دارن؟ نیاز دارد که ما این رو قدرت بدیم. فرائض رو چطور قدرت میدی؟ با سنن و نوافل. اگر سنن و نوافل رو ترک کردی چی میشه؟ به طرف بدعت ها قدرت میده. بدعت در زندگی انسان رو به اصطلاح پررنگ میشه. از فرار از بدعت ها نیاز هست به نوافل و سنت ها. نوافل و سنت ها فرائض رو قدرت میده. تا جایی که در حدیث قدسی داریم که خداوند متعال میفرماید لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بنده با من خدا نزدیک و نزدیکتر میشه با نوافل حتی احبه، تا وقتی میاد نزدیک میشه که من اون بنده رو دوست میدارم. یحبهم و یحبونه.
وقتی که خداوند اون رو دوست گرفت، این بنده چی میشه؟ این بنده میشه یک بنده ولی الله، یک بنده الهی. تصرفات این بنده سیستماتیک کنترل میشه از جانب خداوند متعال. فکنت سمعه الذی یسمع. اگر این بنده به این درجه برسه که خداوند اون رو دوست داشته باشه، گوشش نخواهد شنید مگر آنچه خداوند دوست داره، چشمش نخواهد دید مگر آنچه خداوند دوست داره، دستش کاری رو نخواهد کرد مگر آنچه خداوند میخواد، پاش کاری رو نخواهد کرد مگر آنچه خداوند میخواد. پس با قرآن، با ذکر خداوند، با نوافل، با یاران و کونو مع الصادقین، با همراهی با صادقان و نیکان و خوبان، ما میتونیم بر امراض قلب و آنچه که تزکیه قلب رو داغون میکنه از بین میبره، بر همه اینها غلبه پیدا کنیم انشاءالله. جزاک الله خیرا. ما فقط 3 دقیقه وقت داریم. در 3 دقیقه از شما یک چیز میخوایم، اوی است که راهکارهای یا وسایلی که ما بتونیم توسط از او تزکیه نفس را حاصل کنیم چی است؟ مهمترین نقطه ای که ما نیاز داریم برای رسیدن به تزکیه نفس اخلاص هست. الا لله الدین الخالص. خداوند فقط و فقط دین خالص رو قبول داره. دین خالص هم 2 شرط داره. شرط اولش اینی که مطابق دستورالعمل‌های قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. شرط دومش اینه که اخلاص باشه، که در این دینی که من انجام میدم، در این کاری که من انجام میدم، هیچ کسی مد نظر نباشه مگر الله. اگر من خدا رو در نظر داشتم و فقط مخلصانه برای خدا کار کردم، کار نکردم اجر دارم، فعالیت کردم اجر دارم، نکردم با اخلاصم اجر دارم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخوان برن تبوک، بعضی از مؤمنان میخوان بیان، هیچی دستشان نیست، میان پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پیامبر میگوید که لا اجد ما احملکم علیه، والله من میدونم که شما میخواهید برید، دلتون هست، اما من چطور شما رو ببرم؟ نه اسبی هست، نه ازوقی هست، نه اسلحه‌ای هست، چطور ببرمتون؟ از پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برمیگردن و چشمایشان تفیض من الدمع حزنا الا یجدون، ناراحتن، چشمایشان اشکبار است که نمیتونن. اخلاص. این اخلاص نتیجه اش است؟ افراد داراها از مدینه بلند شدند، رفتن تبوک، زحمت کشیدند، خسته شدند، بالا رفتند، پایین آمدند، زخمی شدند، گرسنگی کشیدند، سردی رو تحمل کردند، همه این مشقات ها رو تحمل کردند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهشان فرمودند که ان فی المدینه اقواما، در مدینه بعضی از افراد هستند شما هیچ بلندی نرفتید مگر بالای شما با شما بودند، هیچ پایینی نیامدید مگر با شما بودند، در هیچ اجر و پاداشی شما نبودید مگر با شما بودند. حبسهم العذر. اخلاص داشتن، این اخلاص باشه، اما این اخلاص باید اخلاص مؤمنان باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، نه تنها حق تقاته، ای مؤمنان تقوای الهی پیشه کنید، اما تقوای مردانه. همه چیز در دین خدا باید مردانه باشه. جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا جهاد کنید، اون هم جهادی که جهاد باشه. به این صورت ما میتونیم خودمون رو به خدامون نزدیک کنیم و بشیم مؤمنان صادقی که قلبهاشان رو پاک کردند و با این قلب پاک خداشان رو به دست آوردند و رضایت خدا رو به دست آوردند و به مرحله رسیدند که یحبهم الله و یحبونه. فقط با اخلاص، فقط با اخلاص و با همت. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم. بیننده های عزیز و شنوندگان گرامی رادیو پیام اسلام، انشاءالله که با این راه حل هایی که جناب دکتر عمرای عزیز امر کردن، با اخلاص و همت بتوانیم تزکیه نفس را حاصل نماییم. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم.